خودت نوم مرا ندانی، نوم من نیاب. این کاری که من کردم و چقدر روزی هستم، چقدر خرسند هستم. امروز یک خوین بگیم نه سمجلی همش خوین هستن. زنگ زد 15-20 minut گپ زدیم. چقدر گزاله هستن، چقدر ندوانی هستن. شما باور کنین نکنین اوجه در 10 minut من آرامش کردم، همش فهموندم. آخری گپش نمیدونی چی میگه؟ گپ نیسته، زنده باشی، سلامت باشی. و قریب 1 سال میشه دوستان عزیز ایتری آدماشا صدتاشا بگن خطونا میکنیم که آخری گپ شونده آرامشون میکنم. آخری گپ شونده من علی گپ نیسته که زنده باشی، سلامت باشی. پلانی من میبود ایوا که باید جوانو را برای راست بودن در کار است. گپایی که گپ میزنه این سخنوی محمد اقبالی نیگریا گپ میزنه. پدون که دیاولا آرامش میکنم لبویشا. بدن آدمایی که گیره کردن در این سفر هستم دوستان عزیز و ایمانم قسم میخورم. بود آدمایی که پشتی محمد اقبال گرفتن آخر آمدن اقرارش کردن. در این سفر هستم من قسم با ایمانم میخورم. امروز با یک جوانی دیگر با یک رای راستش بودم. شما میگین که ساق فیوب تایم کرد بس نمیکنی کرد چی با بس کنم؟ چی با جوان توف میکنم направо налево. میگم تو 15-20 minut گپ زدیم. уже 10 minut ما این آدم آرامش کردم. уже 15 minut уже همش فهموندمش، همش گفتم گپ نمیزنه دیگه. آخر ده ایزوشا مالی زنده باشی برادر، سلامت باشی. تلفنم میکشه. زنده باشی دوستان عزیز. که وطن ما آباد کردیم. ما این وطن به هیچ کار نمیدیم. ما این وطن با درش خواهیم آباد کرد برای فرزندامون. ما میخواهیم که برای فرزندامون یگون چی میراث میمونیم. خفه نشین پدرای عزیز. چقدر نامردی کردین شما، برای ما را هیچی نموندین. بعد великий распад СССР گرفتین وطن تخم تور کردین، کتیف زدین. ما 40 سال 50 سال عقیمو کشوندین. چی عذابای کشیدیم شما بینمتین پدرای عزیز. میفهمین چقدر آزادی است، پیشروی است. ما کوشش میکنیم که با پیش بریمش میخوایم که میراث مونیم برای فرزندامون، برای آیندهمون. ما با کاری که ایم از زمین تو آسمان دعوانی هستم.